آمریت ورزش و تربیت بدنی ولایت کاپیسا مسابقات کیک بوکسینگ را میان 60 تن از ورزشکاران این رشته در اوزان مختلف و منظور انتخاب ورزشکاران برتر به تیم منتخب ولایتی راه اندازی نمود. من د ورزش په هر بخش کې هغه کیک بوکسینگ دی، که والیبال دی، که فوتبال دی، که همداسې نور لوبې دي چې زموږ په کاپیسا کې تقریبا 25 فدراسیونه هغه وجود لري. هغه کې موږ د هر یو برنامه لرو ان شاء الله چې د کاپیسا په سطح باندې به موږ په هر بخش کې ځوانانو ته د یو ټیم برابرو، لکه څنګه چې موږ نن د کیک بوکسینگ یو ټیم لرو. مسابقه منتخب است. در کاپیسا خود مسابقه منتخب کیک بوکس است. انتخاب میشه کیک بوکسرای ما به مسابقات کابل بخیر که مسابقات ملی است. ان شاء الله امارات اسلامی تلاش بکنه، زحمت بکشه ان شاء الله که ورزشکارای خود توسط مادیات بتونه اینا رو حمایت بکنه تا به یک جای برسن. از سوی هم ورزشکاران برگزاری این مسابقات را جهت تشویق و راه یافتن آنان به مسابقات ملی مؤثر عنوان کرده و از امارات اسلامی می‌خواهند که تا این قشر را بیشتر مورد حمایت قرار دهند. امروز بخش مسابقات کیک بوکس بود، تونستم قهرمان شم. هدف ما یک بتونم تیم ملی را پیدا کنم. تشکر میکنیم از امارات اسلامی که حمایت میکنن، امنیت آوردیم بر ما ورزشکارا بتونیم با خیال راحت ورزش ما را پیش ببریم. در وزن 38 کیلوگرم در مسابقات کیک بوکس ولایت کاپیسا تونستم حریف خود شکست بدم و امیدوار هستم که در مسابقات ملی را پیدا کنم. قابل از ذکر است که هفته گذشته مسابقات یونیفاید نیز میان 70 تن از ورزشکاران این رشته از سوی آمریت ورزش و تربیت بدنی ولایت کاپیسا به هدف انتخاب چهره‌های برتر به تیم منتخب ولایتی در این ولایت برگزار گردیده بود.